جان خیلی در دوشنبه باشه. سلام علیکم. سوزی خوبی تیجی سامانتیک سوز اما خوب تی و حجای نمی جای در شرکت اولیم گروپا مورانیم خیلی سرسون سرگردون کرده است. پولنیستی سرسون سرگردون کرده است. سه روزی در برینن در بدن است. نرخ و نوای بازار. السلام علیکم دوستان. دینا بازار در اومدم باور کنین یا نمودی قیمت چی دست نرخ نوای محصولات های مقصد خوراگورا نمیدونم حسابی چی میکنن سوداگرای ما با قول خودشون سیزن دارن و یا سیزن شون هوزی نتی خیلی نکنین. در ماه مبارک رمضان نبراتشون باید همه چیز را ارزان کنین. دولت اروس دولت مسلمان ها نیست. مقصد نتی اکسیا میکنن به نهایت بسیار خیر میکنن ارزانی میارن در ماه مبارک. ما در نمیدونم چی و چی بالا زندگی سوداگران که این مینا همین ماه به نهایت قیمت میکنن همه چیز را. باید شناس دادم در بازار قطیش گاز هستم شوخی کیسه سینما که اوناگیری نورکنی اکر همه گپوی مرا حاجی سیزون مسار شده میگه ان شاء الله همین سیزون بزنیم و چما حج رو میکنه میگه. بگاشتم گفتم چه اوچا تا اسمی چی حج رو میکنی اسمی همین قیمت فروشیات خندید است. خرج کوکنی مکر میگه زندگی این زندگی نیست. این میدونین چیه یه شرمندگیه که شما مقصد نرخ نوای چیزی اسما 10 میکنین میفروشین میسول کسام بعد پگا و چتنا و تتنا حج رو میکنین. بعد همین اهمیت نگر اکثریت سوداگرای بزرگای ما حاجیان و یا خونه خدا رفتگان با قول خودشون توحید کردن مقصد عیناو زندگیشون سر کردن. آدمی که عیناو زندگیش سر میکنه ای گمراهی میگرده ای فریب کنی میگرده ای دروغگویی میگرده. من نمیدونم این حاجی ما را اکثریتش چخیلی هستن میرون میان یا باید نرخ نوار قیمت میکنن. ما نمیگیم همه حاجیو گندایان که به نهایت بسیار یمی سوداگرای ما حاجیان برای اینقدر اهمیت دادیم نرخ نوای بزرگ ایسکوستینا خودشون بالا میکنن. به نهایت خوب میشید که مقامات داخلداری تاجیکستان خودمون کم کم رفته خبر گیرن بازار را مقصد چخلا خیلی خلقی بیچاره وزی در جهان چی گپ رفته سای کریزیس رفته سای در همین ماه اقلا ارزانی شوه قیمتی نشوه خیلی اینا ما داریم یک کس دیگه داره میخره اون چیزی با مزه آدمای هستن که ندارن و خیامورا آهیگشون میگیره همون نیشولایی که میکنین میفروشین هوای اصلای باید داره دستم سیسم بود اصول 5 10 بود حاضر 20 25 30 شده. من نمیفهمم که اون شما شما با آوی کیلو میکنین که وای ای دلار زویسته من نمیفهمم میره نکام قگافتون میگم نفس به نهایت چیزی بزی با ها میخونه که ای بود هوا سوم کار کنین مقصد محترم سوداگرو نکی خینا کنین کمی هم باشه مقصد نانگنو موسان شرف انی چیزی خوبه تمول شما دکی قیمتی کردین در ملت خطون در تاجیک خطون تاجیک شما کیه همو چای خطای همو تای خطای همو اکاو داری خطای ما بدون کامیرا داگم دولت یکم در قیمت فروخته یکم چتا تو در وطن خود قیمت میفروشی نرخ نوای تاجیکستان خمون عین حال ای همه جدا قیمت های من در قزاقستان بودم اونجا ارزان های روسیه بودم اونجا ارزان نرخ نوو ما اونجا قیمت میفروشیم ما نمیدونیم برای چی اگر نه اکثریت همه بسیاری محصولات ما خودمون تاجیکستان خودمون خدا انصاف بده همه شما را با یکم روز ماه شریف رمضان تبریک میکنم. امیدوارم که هر کدام که چی گناهی داشته باشین یا اگر قهری باشین یا که مقصد خفه باشین التماس در این ماه مبارک صلح دوستی کنین ببخشین یکدیگرتون و در حق تنجی و امنی وطن خودمون دعا کنین که همه تا آخرت تا ابد برای تنجی و امنی تاجیکستان عزیزم.